نشسته بودن پیش پیغمبر، یک باره دیدن یه موجود عجیب الهیکل اومد تو مسجد. همه فهمشون گرفت. پیغمبر فرمود هیچ کس نترسه، با شما کار نداره، مقصودش من. محضر پیغمبر که رسید گفت یا رسول الله اصحابت از من ترسیدن، خودمو معرفی کنم. پیغمبر فرمود خودتو برای ما معرفی کن. گفت رو کرد به اصحاب پیغمبر، گفت اسم من عامر ابن دامس ابن ابلیس، از طایفه عجنه و از دسته شیاطینه. از اول حبوط آدم بودم تا همین آلایی که خاتم الانبیا آمدن برای سوال پیش پیغمبر رسید. پیغمبر فرمودن سوالتون رو پرس. گفت سوال من اینه یا نبی الله یا رسول الله، همینجوری که گفتم از حبوط آدم تا الانی که شما آمدی من مجموعه ایام دنیا رو درک کردم، چون پدر ما ابلیس قسم خورده بود نگذاره آدم و بچه‌هاش بندگی خدا کنن. ما مأمور بودیم آدم و بچه‌های آدم رو اذیت کنیم، گمراه کنیم، اینا عبادت خدا نکنن. اما سر به سر آدم ابوالبشر که میذاشتیم یک باره میدیدیم یک آقایی نورانی خوینا نهیبی بر ما میزد که از ترس نهیب او جرأت نمیکردیم دیگه دور و بر آدم آفتابی بشیم. میگفتیم این پیغمبر بعدی. شیس نبی آمد پیغمبر بود، اون آقا نبود. شیس اذیت میکردیم، همون آقا. میگفت این پیغمبر بعدیه. سام پیغمبر آمد پیغمبر بود، اون آقا نبود. سام نبی رو اذیت میکردیم، باز همون آقا به یاری سام نبی میومد. هر پیغمبری رو که اذیت کردیم اون آقا به یاری اوها میومد. همش میگفتیم پیغمبر بعدیه پیغمبر بعدیه. نوح آمد اون آقا نبود، ابراهیم آمد اون آقا نبود، یعقوب آمد نبود، اسحاق آمد نبود، یوسف آمد نبود، تا الانی که شما آمدید و ایمان داریم که شما خاتم النبیین هستی و بعد از شما هم پیغمبری نخواهد آمد. اومدم سوال کنم اون آقایی که از آدم تا خاتم رو یاری کرده و تمام انبیا رو دادرسی نموده، اون آقا کیه؟ با این ایمانی که یقین دارید شما آخرین. و پیغمبر فرمود اگر ببینیش میشناسی. بله آقا، به کل عمرم دیدم، بعد الان ببینم نمیشناسم. امیرالمؤمنین سمت راست پیغمبر نشسته بود، سرش انداخته بود پایین، دست برد حضرت زیر چونه امیرالمؤمنین، سر آورد بالا، فرمود یه نگاه کن همین آقا بود یا نه. تا حام ابن هیمم چشمش به سیمای امیرالمؤمنین افتاد، مثل سپند رو آتیش از جا پرید، گفت والله قسم حامی انبیا یاور مؤمنین نبود الا همین جوونی که کنار شما نشسته. این کیه یا رسول الله؟ حضرت فرمود ذاک اخی و ابن عمی و وصی و وارثی و موضع سری ابو الحسنین مولا الکونین امام الثقلین یعقوب الدین رئیس الموحدین قائد غر المهجرین سید المتقین امیرالمؤمنین اسد الله الغالب غالب کل غالب مسحر العجائب علی ابن ابی طالب صلوات الله.